بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بینندگان عزیز گرامی، خصوصا جوانان عزیز، موضوعی صحبت میکنیم که خیلی مهم است و خصوصا و خیلی خطرناک برای جوانان است. چرا که جوانان یعنی به این گاه میبینیم بعضی از جوانان با این میروند و این نشأمندی است، یا اینکه معتاد شدن به مواد مخدر یا به بنگ یا به هر نمودی که باشد. حالا من طبیب نیستم. چرا این موضوع میگویم؟ بخاطر که من در بین مردم هستم و از آزار و اذیت و عذاب و رنج و درد پدر و مادرایی که فرزندانشون مبتلا به این خطر، به این زهر قاتل یعنی مبتلا شدگی هستن، میان آب دیدهشون در پره روشون 6 قطار ناله میکنن که فرزند جگرگوشه هم چنین شده است، نمیدونم چیکار کنم. پس برای همین من تصمیم گرفتم که برای جوانان یک صحبتی داشته باشم تا اینکه از خطر و ضرر اون مواد یا از اون چیز زهر قاتل آگاه کنم. این یک طرفی مسئله. طرف دیگری مسئله میگه ما اگر به هم دیگر رحم نکنیم پروردگار با ما رحم نمیکنه. وقتی که به همدیگر که رحم نکرد، رحم همدیگر نخوردیم، پروردگار با ما رحم نمیکنه. تمام. میخواهید که پروردگار به شما رحم کند، شما رحم دیگران رو بخورید. دانشمند میگوید که اذا اردت ان تسعد فاسعد الاخرین. سعادت ابدی میخواهی، سعادت دیگران رو بخواه، برای سعادت دیگران تلاش کن. پروردگار سعادت دنیا و آخرت رو برایت میدهد. هر چقدر رحم دیگران خوردی، پروردگار رحم تو همون قدر میخورد، فکر تو همون قدر میکند. از همین نقطه نظر هم وظیفه ایمانی، وظیفه مسئولیتی، وظیفه داری و هم ایمانی و هم انسانی. حالا چندین نمودی چیز موادهای مخدر یعنی برآمدگی هست. تبلیدک‌های سینتتیکی به نوعیت سخت تاثیر. بعضی از این تبلیدک‌ها تا حد اندازه‌ای را هست که طبیعت مردیش رو طبیعت زنی میکند. طبیعت زن یعنی میل به یعنی طبیعت زن یعنی به زن خود رو مانند میکند، در معاملات، در رفتار، در گفتار، در حرکتی، حتی بدن یا که دست مثل زنها رفتار میکند. خدا نشان ندهد. این رو بر خاطر چی این بدخواها همه رو اختراع کردن؟ به خاطر نابود کردن نسلی این مسلمان یا که انسان در عموم. نابودی ملت است، خطری نابودی ملت است. شما میفهمید، درک میکنید یا نمیکنید؟ به خاطر یک چند لحظه ای که شما دیگر در بیهوشی یعنی نمیدونم که کیم دیوانگی یا که دیگر به خاطر این آینده و نسل آینده خود رو برباد میدهی. نه گرده میموند، نه جگر میموند، نه هیچ عضوی سالم میموند. میدونید برای چی دین مبین اسلام خدا و رسول خدا تمام نمودی مسکننده رو حرام میگوید؟ و خاطری که دویم عقل فعال باشد و انسان از روی عقل زندگی کند. حلاوت راحت میخواهی، با فرزندان جگر گوشت بازی کن، پرپر بردار فرزندت بازی کن، با اون راحت کن، لذت ببر، حلاوت ببر. حلاوت در اون نوش سیگار رو نمیدونم که مسکننده و پسکننده و یعنی بیمار کننده و دیوانه کننده نیست. بعضی از تبلیغ‌های هست که یعنی با چیز با ترس هراس میبرد، میترسد. حالا همونی که معتاد به مواد مخدر میشن حاضرن که زنی خود رو برن بفروشن از اون زهر قاتل بخرن، خواهری خود رو ببرن بفروشن از اون زهر قاتل بخرن. مادری خود چقدر عزیز است، شیرین است برای فرزند، میخواهد که برد بفروشد از اون زهر قاتل خریداری کند. جوانانی عزیز، کامیابی در زندگی چنین نیست. پروردگار رو حرام میگوید و پروردگار میگوید شما نفسی خود رو به هلاکت نبرید، خود رو هلاک نکنید، ناکام و بدبخت دنیا و آخرت نکنید. کامیابی و عزت و برکت و سعادت انسان در سالمیش است، در عقل و فعال بودن عقل و فراست و انسانی و مسلمانیش است. خداوند عزوجل موفق، کامیاب، سالم، با عزت حفظتون کند و عقل و فراست و دوراندیشی نصیب روزی بگرداند و از این زهر قاتل دور باشید. اگر میخواهید عزت دنیا و آخرت، میخواهید نسل‌های سالم، فرزندانی نیک، فرزندانی سالم، فرزندانی صالح، خانه با برکت،
از این زهرای قاتل دوری کنید، دوری بجوید. خدا حفظتون کند، همیشه خیرخواه باشید، همیشه سالم باشید و همیشه عقل رو استفاده کنید. همیشه عقل رو، این بهترین نعمتی که پروردگار به انسان عطا کرده است، یکی از بهترین نعمت‌ها این عقل است و ایمان است و مسلمانی هست و وطن آرام و آباد است و ملت بانگ آر و ناموس است. خدا کامیاب و موفق کند. سلامت باشید.